خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید که از برنامه باغ سبز در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، طوری که من پیشتر گفتم آمدیم امروز به عروس ولی چشت شریف که جایی که مشاهده میکنیم شکر الحمدلله ما 170 و چند کیلومتر ما از هرات فاصله داره که ما آمدیم امروز به بند سلمه. نگاه کنید که بسیار یک جای زیبا، یک جای دیدنی، واقعا جای افتخاره برای ما افغانا. کمی تا جار زحمت کشیدم. افغانستان انشاءالله هیچ چیزی کمبود نداره، انشاءالله همه چیز تکمیل داریم. ما دیدیم شما معدنیات سنگ چشت شریف، سنگ مرمر. از شما خواهشمندیم دوستای نازنین همراه ما باشیم که میریم دیگه. فقط به سر بند تقریبا یک 150 متر دیگه مونده که انشاءالله برسیم به سربند سلمه. بخیر باشید. بازم به خدمت شما وقت بخیری داریم دوستای نازنین. ما طوری که جایی که شما مشاهده میکنیم داخل سر بند سلمه هستیم که امروز برادرای امارت اسلامی هم تشکری میکنیم از اینا که واقعا مردم هم میمون نوازی هم امروز چاش ما میمون از اینا بدیم. فقط به سر بند انا اینجا دیگه بالاخره گفتن که قروانی عسکری را خوردیم اینجا. بسیار جای دیدنی است دوستای نازنین، بسیار افتخار بزرگیه برای مردم افغانستان که دل خارجیار ما انشاءالله میترغونیم، به خاطر که اینجا به مدت 20-25 سال زحمت کشیدم. واقعا جای زیباییه. شما نگاه کنیم دوستا که چند ارتفاع داره. وقتی پیش میرین که ما مثلا پایین نگاه کنیم دستفادم بلرزه میشه. از دور جا برابر ساخته شده. تمام فکر کنیم سرمایه یک کشور اینجا مصرف شده. از دور جای زیباییه. انشاءالله خدای پاک بکنه که به زودترین فرصت برق هرات هم از اینجا تولید بشه. انشاءالله میشه. بخیر باشید. بسیار یک جای زیبای از سنگ گیر ساختم. این بغل مال که تقریبا 1 کیلومتر فکر کنم که از پایین فاصله داره. شکران بیا که بالا شده نمیتونی بسونه. شما نگاه کنید که اینا همه سنگه به ترتیب
حساب رقم مرتب میتونه مقبول چینده شده، اینجا آماده شده انشاءالله. بسیار جای دیدنی، جای افتخاره برای وطن عزیز ما. خداوند خیر بده کسایی که یک ساعت هم به روی از این بند سلمه زحمت کشیدن. خداوند اینا رو مزد بده. بسیار جای زیباییه. گیری هم داره با دوستای نازنین، ماشاءالله نام خدا ما ماستیم که امروز فقط این برنامه خور ماستیم بدون مصاحبه و اینا صبر بکنیم به خدمت شما. پایین نگاه کنیم که میتونه مرتب درختاب میوه و رودخونه که اینجا باز همین جایی که ما شیشته هم اینجا خود بند سلمه. دوستای نازنین یاره شاید 2 فرغون سنگ اینجا چینده شده. اگه بگم 3-4 بوجی سمید مصرف شده که گردنم بند بشده. خب اینجا اصلا یک جای تاریخی فکر نکنم به دنیا میته جای باشه. حالا ما کار نداریم به دیگه کشورها. بسیار امروز ما خوشحالیم که واقعیت دوستایی که به ما افتخار دادم از اینجا آمدیم، زحمت کشیدم، از 5 کیلومتر بیشترتر از این که برادرها خود ما شدم متلاخر به اختیار ما گذاشتم. بالاخره چاشتم دعوتی نبودیم اینجا آمدم، فقط تمام اینجا برای ما نشون دادم. خیلی تشکری میکنیم از اینا. دوستای نازنین، از شما خواهشمندیم که شما کنترل خورور نداریم، برنامه رو دنبال کنیم. برنامه باغ سبز ادامه داره از بند سلمه که مربوط به اورسولی چشت شریف میشه. همراه ما باشیم، به خدمت شما هستیم. تشکری میکنیم از جناب اورسوال صاحب چشت شریف، از قماندان صاحب امنیه، از تمام شخصایی که اینجا فقط پیرو گزمی از این منطقه میکنم. تشکری میکنیم. واقعا انسانای شریفی هم اینجا همین تبروی واس افتخار بخشیدن که ما آمدیم اینجا برنامه برای شما تهیه کردیم. برنامه نیه که یک سره بریم امرد سریالا بیگانه بریم، برد برنامه کوهستانی مردم بیگانه بریم. آخه ما و شما از خود داریم، همین تا کوهای سرسبز داریم. ایت قبول کنیم که اگر شما بیاییم اینجا یک ما زندگی کنیم 10 سال از مریضی خود انشاءالله پیشیم. از اولی که جای بسیار زیبای جالب دیدنیه. دوستای نازنین، ناگزیریم که با شما با اینجا خداحافظی کنیم تا به فردا شب که کجا قسمت و نصیب باشه که باز به کدو قریه از قریه‌های چشت شریف برای ما انشاءالله شما رو به الله پاک میسپریم. خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه.